زدی راحله دوستم با درایور شخصیش صفی‌الله رؤوفی 3 روز پیش در کابل انجام شد. اما آیا می‌دانید صفی‌الله رؤوفی کیست؟ گفته شده راحله دوستم زن دوم صفی‌الله رؤوفی است. می‌دانید چرا دختر مارشال دوستم این موضوع را قبول کرده است؟ درباره شوهر قبلی راحله دوستم و دلیل جدایی آنها آگاهی دارید؟ برای دانستن حقایق جالب و گفته نشده درباره راحله دوستم و نامزدش در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. اما قبل از همه لطفاً ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز چینل تاپ سیکرت و یک ویدیوی دیگر از این چینل خوش آمدید. راحله دوستم فرزند ارشد مارشال دوستم و عضو مجلس سنای افغانستان 3 روز قبل در کابل نامزد شد. شوهرش صفی‌الله رؤوفی نام دارد و از اندخوی می باشد. صفی‌الله رؤوفی درایور راحله دوستم بوده و چندین سال است که از جمله اشخاص نزدیک به فامیل دوستم می باشد. این ازدواج به خواست و درخواست خود مارشال دوستم صورت گرفته است. زیرا صفی‌الله رؤوفی یکی از اشخاص مطمئن و قابل اعتماد این خانواده می باشد. این خبر توسط خود راحله دوستم نیز تایید گردیده است. صفی‌الله رؤوفی حدود 35 سال سن دارد و قبلا ازدواج کرده است. اما متاسفانه خانم وی بر اثر ویروس کرونا پارسال جان باخت. او از خانم قبلیش یک دختر 7 ساله و یک بچه 3 ساله نیز دارد. صفی‌الله رؤوفی نیز از قوم ازبک می باشد و اقارب وی نیز با اقوام رشید دوستم روابط فامیلی دارد. صفی‌الله رؤوفی 14 پاس از دارالمعلمی می باشد و تحصیل آنچنانی ندارد. حاجی راحله دوستم نیز از فاکولته اداره و دیپلماسی فارغ شده است. راحله میگوید که بزرگترین هدفش خدمت به مردم و خانواده‌های قربانیان راه حق و عدالت افغانستان است و در این راستا تا آخرین مرحله از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی‌ورزد. راحله دوستم نیز قبلا ازدواج کرده بود و به گفته وی محفل ازدواج وی نمونه‌ای برای تمام زنان افغانستان بود. محفل عروسی قبلی راحله دوستم فرزند بزرگ مارشال دوستم رهبر ترک تباران در یکی از قریه‌های ولسوالی خواجه دوکوه ولایت جوزجان برگزار شد. عروسی او برخلاف تصور دیگران در یک دهکده با سادگی و بی‌آلایشی تمام و بدور از تجلل و مصارف هنگفت تجلیل شد. این عروسی در جامعه‌ای که به شدت تحت تاثیر مصارف هنگفت و خانمانسوز است، یک گام مهم و ارزشمند برای کمرنگ کردن این رسوم ناپسند است و مردم به همچنین الگوهایی نیاز دارند تا یاد بگیرند جشن‌ها را می شود بدون مصارف زیاد و به سادگی هم برگزار کرد. مردم از این که عروسی راحله دوستم به شکل سنتی در سرزمین پدریش با حضور مردم محل در یک فضای پر از صمیمیت و دوستی برگزار شد خوشحال بودند و میگفتند رهبر کار شایسته‌ای انجام داد که عروسی دخترش را با سادگی تجلیل کرد. این اقدام برای ماهایی که توان مصارف زیاد را نداریم کمک می‌کند. امیدواریم این فرهنگ نهادی نشود تا در آینده هیچ دامادی پس از عروسی زیر بار خم نشود. عروسی راحله برخلاف عروسی باتور دوستم پسر مارشال دوستم که در هتل مجلل و با مصارف بالا برگزار شده بود بدون مصارف هنگفت و خیلی هم ساده برگزار شد. مردم محل از عروسی راحله استقبال خوبی داشتند و این را یک اقدام مردم دوستانه رهبرشان دانستند. و اما شوهر قبلی او کیست؟ راحله دوستم با پسر کاکایش ازدواج کرده بود. بر روایت بعضی از آشنایان آنها راحله و شوهرش بین هم اختلاف زیادی داشتند. به دلیل اینکه راحله یک بانوی قوی، تحصیل کرده و توانمند بود.
اما شوهرش لایق او نبوده و چشمش به دنبال زنان دیگر بوده. به همین دلیل 2 سال بعد از ازدواج راحله دوستم از او طلاق گرفت. حالا راحله دوستم این بار با خواست پدرش دوباره ازدواج کرده است و دلیل اصلی این ازدواج قبل از همه چیز امنیت و اعتماد بالای داماد می باشد. چنانچه راحله دوستم و فامیل وی جزء بزرگان افغانستان می باشد. بنابراین آنها در انتخاب همسر بسیار محتاط عمل می کند تا روزی باعث بیرون رفتن اطلاعات فامیلی و تهدید برای زندگی این فامیل نباشد. بیننده‌های عزیز، ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. لطفاً نظریاتتان را در این باره با ما شریک